بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حاجی صاحب از راه دریا سوار کشتی سفر میکنه، حالا از دریا ماهی بگیر و بخور. احل لکم صید البحر، حلال قرار داده شده برای شما شکار دریا. ما حنفی‌ها صید بحر فقط ماهی با توان انواع و اقسام را میگن، دیگه ائمه ماشاءالله هر چیز را میگه حلال. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه ماهی با تمام انواع خودش حلال، هر نوعی باشد، شیر ماهی باشد، کوسه ماهی باشد، از این ماهی که شکل ماهی دارن اینها حلال. مار ماهی باشد و دیگران میگن نه همه شکار دریا حلال. اونا میگن احل لکم صید البحر. امام میگه صید بر ماهی اطلاق میشه، اونا میگن نه هر چی که در دریا هست او حلاله. حتی خرچنگ غیره میگو طبق فتوا امام حنیفه میگو را نباید ترک کرد. اما نوع ماهی نیست، نه شکلا نه قیافتا، مگر در این اخیر حنفی‌ها هم میزنن بالا. ما که هنوز نخوردیم و دل ما هم نمیاد و اشتیا هم نداری، لیکن اونها که خوردن دهنشون پر عذاب میشه. به اضافه خوردن میگو میگن دیگه انرژی قوت با هم دارد، دیگه بدتر این عاشق میشه. و طعام این دریا متاع لکم، سامانی برای شما و برای قافلات. و حرم علیکم صید البر، حرام قرار داده شده بر شما او حاجی صاحبان شکار خشکی تا زمانی که شما محرمید از احرام که حلال شدید. اذا حلال تو فصل تا زمان احرام حرام قرار داده شده بر شما. حالا این صید شکار بکنه، بسم الله الله اکبر کنه، ببره حرام. حرم علیکم واتقوا الله، نسخه عمل بترسید از خدای که الیه تحشرون، نسخه خوف خدا. جعل الله الکعبة البیت الحرام، اون آیه که نیاز الهیه و نظر الهی اینا را احترام بگذارید. قرار داده اللہ تعالی کعبه را یعنی بیت محترم را سبب زندگی انسان ها، تا بیت در کره خاکی هست و احترام میشه انسان ها زنده، هر زمانی بیت خدا اهانت میشه، خدا دنیا را داغونی. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، این سبب قیام زندگی، سبب قیام هست. در حدیث آمده از قیامت آن وقتی می آید که هیچ کس برای حج کردن نمی آید و خانه کعبه را اهانت می کنه. پیغمبر علیه السلام کو من می بینم یک مردکه با پای باریک کس خانه کعبه را خشت سنگ ها شد هم جدا می کنه. این قیاما للناس. و شهر الحرام، شهر حرام یعنی ماهای محترم را هم الله تعالی ذریعه قیام انسان ها کرده. یعنی در این 4 ماه مثلا جنگ نکنید، زنده بمانید، کسب و کار کنید. در 4 ماه جنگ نمی کردن، تجارت تبادله میشه. ماه حرام هیچ که جنگ نمی کرد. خدا ماه حرام درست کرده که جنگ و جدال و همه چیز را حرام کرده، لذا زندگی تامین میشه. الان الله تعالی گفته اگر کسی بر شما تعدی کرد در ماه حرام، شما هم بر او بتازید که حرمت میخواد. و حد اون حیوانی که به حرم برده میشه، قلاید خاصه، شطوری که به گلوی چیزی میبنده، اینها هم سبب قیام شما هستند. گوشت اینها را میخورید و زندگی میکنید و تماشا میکنید. غریبی که تمام سال گوشت نمیبینه، در این ایام از این هدایا و قلاید گوشت خشک میکنه و زندگی میکنه. شب عرفه گوشت خشک سال گذشته را من خوردم. امشب عرفه بوده که فردا شب عید بشه،
گوشتی آوردن گفتن این گوشت قربانی سال گذشته خوش کرده بودند و پخته کردن گوشت خشک میکرد. الان که فریزر تا سالهای سال میشه تو گذاشت خشک میکنند و میبرند توی خورجین مخفی میکنند و میخورند طول زمستان میخورند. اونها که گوشت خشک نکنند که هیچ. الان که یخچال فریزر دارن که لازم نیست گوشت بسته بندی میکنند و این بخیلا آمدن دیگه مردم بخیله فریزر چی بلای میگیرن و کار تمام. خلاصه شهر حرام و حد و قلائد ذالک همه چیزهایی که ذکر شدن به خاطر این محرمات احترامشون باید بگذاری. لتعلموا ان الله یعلم ما فی السماوات و فی الارض. شما بدانید که یقین کنید خدا میداند آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین و در حرام و حلال الله را حاضر ناظر بدانید. حلال را حلال بدانید، حرام را حرام بدانید. دست به حرام دراز نکنید. و این یقین کنید که ان الله بكل شیء علیم. دارد نگاه میکند آیا شما حکم خدا میدانید محرم که خرگوش خوابه میتوانی دست بگیری و کباب بکنی و بری حج هم بکنی؟ تنها ماجی داره سفر میکنه، هیچ کسی هم نیست. الله تعالی میگه معلوم میشه شما روزه دارید گرسنه اید، همه حکم خدا امتحان. بی خاطر گفته شده که الصوم لی و انا اجزی به، انا اجزا به. شما بدانید الله بكل شیء علیم و بدانید که ان الله شدید العقاب. اگر نافرمانی کردی در تحلیل و تحدید حراما را حلال برای خود دانستی، شکار برای محرم حرام برای خود حلال دانست، بداند که الله شدید العقاب، گردن میزنه حاجی نمیزنه. و بداند که ان الله غفور رحیم است. اگر خطا کردی دیگه همیشه خطا خود را ادامه نده. یک دفعه فکر نکردی شکار کردی، ندانستی خطا کردی، دیگه تو مرتبه خطا نکنی. و بدان که خدا غفور و رحیم. خطا کردی توبه کن، جریمه بده، خدا بخشنده و مهربانه، هم میبخشه هم جنت شما را میده. مال الرسول الا البلاغ. فریضه رسول نیست بر عهده پیغمبر مگر تبلیغ. و خدا میداند آنچه را شما ظاهر میکنید از زبان و جوارح و آنچه را شما مخفی میکنید، لہذا شما تحت مراقبت شدید خدا قرار دارید. کجا حرام خدا را حلال میکنید یا حلال خدا را حرام میکنید، الله کاملا در اعتقاد شما باید این حرام خدا را حرام بدانید، این نظر غیر الله را حرام بدانید در اعتقاد و عملا هم از اجتناب بکنید. الله تعالی میداند مال الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. آنچه را شما ظاهر میکنید از زبان و جوارح و آنچه را شما مخفی میکنید، حالا نظر غیر الله میکنید در اعتقاد به مردم میگه به خدا خاطر ثوابی پر پیرایی پیر ثواب نلوٹی. اگه وقت اینطور میگن میگه این نظر مال خدا هست، ثوابش مال پیره، ایصال ثواب. الله تعالی میگه من میدانم که واقعا همین طوره، نظر مال خدا ہے، ثوابش ایصال میکنی یا نظر مال پیره، اینو من میدانم. اگر سر مولا کلا بگذاری سر خدا کلا نمی. هر چیزی که شما ظاهر کنید و شما مخفی کنید، یعنی اعتقاد شما را من میدانم که شما از این نظر از این چه چیزی اعتقاد دارید. وقتی میگه نظر غیر الله، میگه نه بابا ما برای ثواب میدیم که ثوابش به فلان نبی ولی برسه. خب عزیز من، ولی و نبی نیازی ندارد که شما ایصال ثواب بکنید، درست نیاز ندارد.
در وقت قربانی برای نبی علیه السلام شما نیت کرد قربانی که رسول پاک صلی الله علیه وسلم برای امت اونها که قربانی نکردن پیغمبر علیه السلام هم قربانی کرد. اللهم تقبله منی و امن لا، تقریبا کلمه بیاد من رفت برای اونهایی که قربانی ندارن. این قربانی را از من هم بپذیر و از آنهایی که قربانی ندارن. بله برای پدر خود قربانی بکنید. قربانی برای پدر چیه؟ این قربانی را همون روزی که دیگه قربانی ها را میکشی ثوابش برای پدر برسه، برای مادر برسه، برای فرزند برسه، برای زن برسه، برای مرده برسه، برای زنده برسه. شما وکیل میشید و قربانی میکنید برای زنده، برای مرده، چیزی دیگره، اصل برای خدا. لیکن از اینجا شما قربانی کردید، خیرات کردید برای خدا ثواب برسه به ولی، چه ضرورت سر قبر ولی ببرید؟ اینو بگید. ثواب را کی منتقل میکنه؟ الله منتقل میکنه. پس الله نیات شما را میدانه. شما قربان کردید برای الله ثواب برسه، ایصال ثواب چی دیه؟ باید بشه. برای مرده ایصال ثواب بکنیم، برای زنده ایصال ثواب بکنیم، برای نبی ایصال ثواب بکنیم، برای ولی ایصال ثواب بکنیم. این چیزی دیگر است. این را با نظر قاطی نکنید. و اگر دستور ایصال ثواب آمده است در روز خاص، خب در همان روز خاص. اگر دستور نه آمده و روز را شما تعیین میکنید 9 محرم و 10 محرم، اینها باطل، شریعت اینا را نگفت. هیچ چیزی به ما شریعت نگفت. ما شارع نیستیم. ما را در تاسوعا و عاشورا از جانب شارع دستور روزه فرض نیست. تاسوعا و عاشورا روزه میشه. این هم به خاطری نبوده که امام حسین شهید شده. این دستور پیغمبر قبل از ولادت حضرت حسین این دستور بود. ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون قل لا یستوی الخبیث و الطیب. بگو پیغمبر برابر نیستن خبیث و طیب. نظرهای غیر الله خبیث، نظرهای الله طیب. حلال حرام خبیث، حلال طیب. تازه اینا هرگز با هم برابر نیست. اگر چه کثرت خبیث هم شما را در تعجب بینداز. واقعا یک چشمه کوچک آب زلال و یک گودالی پر از آب کثیف کدام برابرن؟ او طیبه، خورده میشه، وضو میشه. یک گودالی پر از کثافت. حرام است شما را کثرت درد باشه لیکن برابر نیست. لا یستوی الخبیث و الطیب. خبیث حرامه و طیب حلاله، با هم برابر نیستن. اگر چی کثرت خبیث هم شما را در تعجب بینداز. فاتقوا الله یا اولی الالباب. بترسید صاحبان عقل، از خدا بترسید ای صاحبان عقل. خبیث و طیب را قاطی نکنید. کثرت خبیث شما را ای صاحبان عقل فریب ندهد. یک دم شما مالک یک ماشین 50 میلیونی شدی، او خبیثه. همون ماشین کوچیک تو بهتره، همون موتورسیکلت تو که طیبه بهتره. ای صاحبان عقل تا که شما رستگار بشه. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. خلاصه اینکه تعمق عملی را ترک کنید. تعمق علمی سال کنید. این چطور پیغمبر، اون چطور پیغمبر، اون چطور پیغمبر. یکی گفت پدر من کیه، یکی گفت فلانه. حالا حق نداری سوال کنید. وقتی شما سوال میکنید و وحی از آسمان می آید، جوابی می آید که شما را پسند نیست، کافر میشید. جواب
خدا را پسند نکردید، انکار کردید، کافر میشید. حق ندارید سکوت کنید. بین خاطر صحابه اجازه نداشت سوال کنند از اشیا. گوش باشند، آن که ضرورت از خدا به رسولش میگه، رسول به شما ابلاغ میگه. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. خلاصه این تعمق علمی را ترک کنید. سوال نکنید از چیزها، سخنان فضول. اگر ظاهر کرده شما نون اشیاء برای شما تو خیلی بد میخوره به شما. حتی یکی سوال کرد که پدر من کی؟ خب میگم بابا تو مثلا ولد الزنا خوبه، مادرت خیانت کرد، زشت میشه دیگه. ببینید چکار داری سوال میکنی؟ ستاری کرده تو میخوای پرده دری کنی خود را. قرآن چه زیبا کتابیه. سوال نکنید از اشیاء، سخنان فضولی. اگر ظاهر کرده شود حقایق اشیاء برای شما، این علت نهی تو خیلی بد میخوره به شما. و اگر شما سوال کنید از این اشیاء هنگامی که نازل کرده می شود قرآن بر پیغمبر و ظاهر کرده شون اون اشیاء برای شما خیلی برای شما بد میخوره، اگر سوال کردی این نازل قرآن توب نکن. حقایق ظاهر کرده میشن، وقتی حقایق ظاهر کرده شدن شما ذلیل میشید. اب الله عنها، گذشته هر چقدر سوال کردید، از هر چی سوال کردید گذشته را صلوات. والله غفور حلیم، الله بخشنده حلیمه، شما تحملش ندارید. قد سأل دیگه سوال کردند از اشیاء قوم من قبلکم، از انبیاء خود. خب بعد جواب رسید، جواب را پسند نکردن، فاصبحوا بها کافرین، گشتن به خاطر این سوالات کافر. جواب آمد، جواب پسند نکردن، جواب از طرف خدا آمد، کافر شدن، پسندش نکرده، انکارش کردن. ثم اصبحوا بها کافرین، گشتن به اون جواب اشیاء کافر. بیان تحریمات غیر الله. تحریمات غیر الله، یکی بحیره، یکی صائبه، یکی وسیله و یکی ها. اینها 4 نوع شطور ہیں. صاحب تفسیر مراغی برای اینها تعریفی نوشته که چون اخیره تفسیره را نگاه کرده و نوشته. من میخوام همین تفسیر بحیره و صائبه و وسیله و هم را برای شما ذکر کنم، لیکن تفسیری که من از تفاسیر دیگر نقل کردم تا وقتی برای شما بگم. بحیره اون شطور می گفتن که شیرش به خاطر معبودان حرام می کردن. شیرش به خاطر معبودان چه کار می کردن؟ حرام می کردن. ما یمنع در حال تواغی. صاحبه اونه میگن که بارو چیدن پشم و سواری او را حرام می کردن، ویلش می کردن به نام معبودان. اون شطور نامش بود صائبه که در بیابان می چله و نه کسی او را بار می کنه، نه سوار میشه، نه پشمش می چینه. و وسیله اون شطور ماده را میگن که پشت سر هم ماده وصل کنه. 2 تا ماده پشت سر هم پیدا، التي ولدت بعد اخرى بناقة بکر ثم يسرونها للتواغی. 2 تا ماده پشت سر هم میآورد، گفت این برای معبودها نذر میکرد. اول حام اون شطور نر را میگن که او چند تا شطور ماده را آبسته میکرد، یعنی تروکه میکرد، دیگه این شطور نر
که هم در زبان بلوچی ما هم ساندش میگن. اینو ویل نه بارش میکردن نه سوارش میشدن. الله سبحانه و تعالی اینها را ظاهر میکند و میگوید که این چیزها را خدا درست که نکرده. خب این تفسیری که از تفاسیر دیگر اینجا نوشته شده معنی اینطوره، نکرده الله تعالی بهیره و صائبه و وسیله و حامره مشروع. شما از طرف خود 4 نوع شتر حرام کردی، خدا که حرام نکرده. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، لیکن کفار دروغ بر خدا افترا میکنند، با این چیزا را به خدا هم نسبت میدادن و اکثرهم لا یعقلون، عقل ندارند. لیکن بهیره را اونجا من معنی کردن که شیرش نمیخوردن، لیکن این تفسیر می نویسه که الناکة التي یبحرون اذنها ای یشقونها شقا واسعا و كانوا يفعلون بها ذلك اذا نتجت 5 ابطن و كان الخامس انثى كما روی عن ابن عباس. بهیره اون شتر میگن که گوشش خیلی پاره میکردن. گوشش چکار میکردن؟ گوش شتر گوش تاخر پاره میکردن. این زمانی که 5 تا بطن پیدا میکرد لذا گوشهاش تاخر پاره میکردن و ویلش میکردن، خصوصا که بچه پنجمش ماده ای اینه به نام بطها ویل میکردن، گوشش پاره میکرد. تو درسته اینه وقتی که ویل میکردن دیگه نه شیرش میخوردن نه پشمش میچیدن، هیچ کاری از اون نمیگیره. بهیره یشقونه از ابن عباس این تفسیر نقل کرد. از وقتی گوش پاره میکردن این بهیره بود نامش. همینطور ما در اصطلاح هم نام دارن، شتران نام دارن، گاوها، گوسفندها، هر یکی به یک نامی خوانده میشه. این نظرها صاحبه همونه که اونجا تفسیرش خواندم، التي تسیر رها کرده می شود به نظر حال آلهتهم فطر آتیت شاد می چلید هر جا که بخواد، ولا یحمل علیها شأن، هیچ چیزی برام بار نمیشد، ولا یجز صوفها، پشمش هم کت نمی کردن نمی چیدن، ولا یحلب لبنها الا للصیف، هیچ شیرش هم نمی کشید. صیف تابستان اگر مجبور می شدن دیگر می گفتم نمیشه. خلاصه وسیله گوسفندی که 2 ماده پشت سر هم ولدت شات ذکرن کان لآلهته مشکل عجیبه. قدیم هم اینجا 4 یکی بوده، از 4 بزغاله نر یکی نظر سلطان بود. این وسیله اگر بود ماده پیدا میکرد مال اینها بود، اگر این بود نری پیدا میکرد نظرش میکردن برای معبودان ها. این هم وسیله میگه، اون هم وسیله که 2 ماده پشت سر هم پیدا کنه. این هم همینه وسیله را معنی کرده. اذا ولدت الشاة ذکرا کان لآلهتهم و اذا ولدت انثى کانت لهم و ان ولدت ذکرا و انثى جفت می آورد غلو تو قالوا وصلت اخاها، این هم وصل شده با برادرش، یعنی این ماده هم نازل میشه. فلم یذبحوا الذکر لآلهتهم، ذبح نمی کردن. پس اینجا نه، اینجا دیگه این نر را تابع ماده می کردن، دیگه این نر را برای معبودان ذبح نمی کردن. حامی همون فعله که من زهر 10 ابطل، از پشت اون شتر نر 10 تا شتر به اصطلاح تلقیح بشه، تخم گیری کنه. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله، وقتی گفتم این شاید بینا بیاید به طرف آنچه خدا نازل کرده در تحلیل و تحریم و در مسئله تحلیل و تحریم الى ما انزل الله بیایید،
ویل الرسول به طرف پیغمبر بیایید تا حکم حلال و حرام رو برای شما بیان کند. قالو اینا در جواب میگن حسبنا ما وجدنا علی آبانا، بس و کافیت مارا اون آیین و اون تعلیل و تحریمی که ما آبا و اجداد خود را بران دیده ایم. اللہ تعالی میگه اوا و عاطفه همزه استفهامی بعد از آن معطوف علیه. آیا اینها آبای خود را اتباع میکنن؟ ایتبعون آباهم، اگر باشند آبای آنها لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، هیچ چیز هم ندانند، راه یافته از کتاب آسمانی هم نباشند. از پدران خود تقلید میکنند، پدرانی که هیچ چی نمیدانند و از هیچ کتاب آسمانی راهنمایی راه نگرفتند، از هیچ کتاب آسمانی راه نگرفتند. آبای جاهل قابل اتباع نیست. در آخر دستور دار یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، شما لازم بگیرید نفسهای خود را، ضرر نمیدهد به شما آنهایی که راه گمراهی را. شما در تحلیل و تحریم و انجام حکم خدا نفس خود را پابند کنید. حرام خدا را حرام بدانید، حلال خدا را حلال بدانید. آنهایی که راه انحراف را میبرند اونها برای شما هیچ ضرری ندارند. لا یضرکم من ضل، ضرر نمیدهد به شما آنهایی که راه گمراهی را میبرند، هنگامی که خود شما هدایت یافته باشید. الی الله مرجعکم جمیعا، به طرف خدا بازگشت شما است، رجوع شما است جمعا. او شما را خبر میکنه بعد که شما عمل کردید. شما که پابند شریعت بودید به شما جزای خیر میداد، آنها که پابند شریعت نبودند اونها را مجازات خواهد کرد. این آیه شریفه در زمان پیغمبر هم و در زمان صحابه هم و الی یومنا هذا با امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا تضاد. قرآن میگه شما نفسها خود را لازم بگیرید، از کاری به کار کسی نداشته باشید. اونهایی که راه گمراهی را میبرن برای شما ضررده نیستن، باشه ببرید. هنگامی که شما هدایت شدید، من دیگه جواب حدیثی هم هست اونم برای شما میگم، لیکن من از خود همین آیه استدلال میکنم. قرآن آیه میگه شما وقت راه یافته اید، آنهایی که راه گمراهی را میبرند برای شما ضرر ندارند. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. من سوال میکنم ما چه زمانی هدایتیم و راه یافته ایم؟ ما زمانی هدایتیم و راه یافته ایم که وظایف شرعی خود را انجام بدیم. تا ما وظایف شرعی خود را انجام ندهیم آیا ما راه یافته ایم یا بی راهی؟ 100% ما بی راهی. و از اون وظایف شرعی ما که خدا به ما دستور داده است، امر به معروف و نهی از منکر هم هست نیست؟ وامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر کنید. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر ولتکن منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اگر ما یک وظیفه را انجام بدیم و یک وظیفه را انجام ندیم آیا ما هدایت یافته ایم؟ افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض؟ خود آیه به ما میگه امر معروف وظیفه شمایی. حالا امر به معروف کردید، نهی از منکر کردید، کسی حرف شما را قبول نکرد، هیچ ضرری برای شما. شما ابلاغ خود را کردید.
امر خود را کردید، نهی خود را کردید، الان کسی زیر بار نمیره. خب زیر بار نمیره برای شما ضرره. نماز نمیخوانی شما ضرر میکنی، شما نگفتی نماز بخوان. شما سر موقع با اذان دادی، این دعوت نمازه. حالا هر که نماز نمیخوانه شما را ضرر میده. شما تبلیغ کردی زکات میدید، هر که زکات نده شما ضرر میکنید. نه، شما برای روزه تبلیغ کردید، تشریح کردید و هر که روزه نمیگیره او برای ما ضرر داره. ضرر داره که شما برید با آنها هم مزه بشید و بخورید و بگردید، یا کم از کم برای آنها نهار درست کنید. اون زمان شما مجرمی. تعاون علی البر و التقوا باید کنید. هم مریضیه اون که خدا اجازه داده، مسافریه خدا اجازه داده. برای صاحبان هتل خدا نگفته که شما حتما برای مریضا و برای مسافرین غذا درست کنید. مسافره برای در یک گوشه و کناری و در یک اتاقی کسی او را نبینه زهرمار کنه. اگر میخواد بکنه، مریض که غذا نمیخواد، اگر غذا میخواد تو خود بره بهرمانه بکنه. زنی که مریضه الانا نباید بره غذا بکنه. زنی مریضه غذا را نباید الانا بخوره. و بره باید در یک گوشه خانه کسی که در انظار مردم نباشد محرمانه بکنه. خب اجازه داده خدا. همین حدیث ابی ثعلبه خشنی سألت عنها رسول الله من از این آیا گوش کنید. همین تفسیری که من الان خدمت شما عرض کردم و دهن مولا آرام باید بعد مولا هم از استدلال مدل لا یضرکم من ذلها چی علیکم انفسکم لا یضرکم من ذلها. خب امر معروف بکن، نهی از منکر بکن. حالا اگر هر که حرف تو را نمیپذیره، به حرف تو توجه نمیکنه، برای تو ضرری نیست. همین معنا را حضرت ابی ثعلبه خشنی گفت سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم. من از پیغمبر پرسیدم که از این آیه معلوم میشه که ما امر به معروف و نهی از منکر نکنیم، خود ما بریم زیر بار طاعت، کاری به کار کسی داشته نباشیم. فقال پیغمبر فرمود ائتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنکر. شما امر به معروف کنید، نهی از منکر بکنید. حتی اذا رأیت، امر به معروف و نهی از منکر کنید تا وقتی دیدی شحا مطاعا. شما امر به معروف کردید، نهی از منکر، حالا دیدید که مردم بخیلی را اطاعت میکنن و هوا متبعا، خواهشات را پیروی میکنن و دنیا مؤثرتا، دنیا را ترجیح میدن. او خوش میشود هر صاحب راه به راه خودت، او هر که راه و فکر خود را به همون خوشحاله. تو فعلیک نفسک، تو نفس خود را دیگر لازم بگیر، یعنی امر بکن، معروف نهی بکن. ائتمروا و تناهوا عن المنکر. هر که شما را قبول نمی کنه، زکات نمیده، خب شوهر مطاع نیست. او حرف شما را توجه نمی کنه، هوا و هوس خود را، هواش میخواهد که باید دهل کنه، سرنا کنه، بکنه. او هوا را متبع، شریعت را متبع نیست و دنیا را داره ترجیح میده. به خاطر دین حاضر نیست که در دنیاش یک ذره کوتاهی بیاید. و هر کسی به فکر خودش عالمه، عالم ربانی، از قرآن حرف میزنه، از سنت حرف میزنه، اینا با عقل حرف میزنه. همین دانشگاهی همینطور با عقل حرف میزنه، دین را با عقل میخوان تفسیر کنن. تو اون زمان شما دیگه نفس خود را لازم بگیری، همکار آنها نشی، همکار منحرفین نباشی، در تحلیل و در تحریم و در غفلت آنها نباشید. علیکم انفسکم، شما نفس خود را لازم بگیری، زیر بار طاعت ببری. متاسفانه امروز ما با آنها هماهنگ میشیم. اونها حدود شریعت را رعایت نمیکنن، خواننده از تهران و اصفهان و شیراز و از مشهد میخواهند
و ما با آنها شریک مراسم عروسی شدیم. اونها آنجا خوانندگی زن و مرد و بزرگ و کوچک رقص میکنن. اینجا حضرت نشسته است و اونجا صاحب عروسی نشسته که چون خویشاوند منه. علیکم انفسکم که نشد. وقتی او حدود شریعت را رعایت نمی کند، تو چرا حدود شریعت را نقض می کنی؟ نمی آیم تمام شد دیگه. تو خدا را و شریعت الهی را و قانون الهی را نقض می کنی، من چطور بیام در مجلس تو؟ ولی متاسفانه امروز حدود الهی را نقض می کنند و ما آخونده هم میریم می نوشیم، عمل نمی کنه. علیکم انفسکم، نفس خود را لازم بگیری، زیر بار طاعت ببرید، حلال را حلال بدانید، حرام را حرام بدانید. آنهایی که راه انحراف را میبرند دیده و دانسته برای شما هیچ ضرری ندارد. شما دیگه خود را انجام دادید، شما گفتی علت را بگید. اینجا که زن و مرد غاتی رقص میکنند، جایزه برای یک مسلمان بره بشینه؟ قدیم اینجا ما دیدیم که مردان رقص میکنند، الان میشنویم ندیدیم که زنان رقص میکنند. این زنه خیلی زشته، زنه بلا نسبت خود را بزنه این طرف اون طرف، خیلی زشت نیست. لباسی هم به تن میکنن که به بدن آنها بچسبه و بعد دیگه این رقص یک چیز خیلی نازیبایی به نظر میاد، خیلی زشته. خشمت نشستن را تکان بده این طرف و تکان بده اون طرف، زشت نیست؟ خیلی زشته. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا، خدای نکرده بلا نسبت که در مجلس مرد نشسته باشد و زن برقصه، چقدر نازیباه. مقصد گاهی این طرف بکنه بلا نسبت و گاهی اون طرف بکنه و تعارف کنه، خیلی نازیباه، زشته. کسی که عقل داشته باشد. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم، در اینجا اللہ تعالی میگه اگر قسم میخواید بدی به نام خدا قسم می، اگر به نام ولی و به نام نبی و به نام قرآن قسم بدی قسم نیست، به نام خدا قسم. امروز قسم به قرآن، بزرگان ما در کتاب‌های فقهی گفتن به قرآن قسم ندید. حالا بعضی اگر میخواید شما کسی را قسم بدید اینطور قرآن بیارید، بعضی گفتن که نام الهی در قرآن هستن لحاظا به نام قرآن هم قسم بدید، مثلا نیست. ورنه فقها گفتن به کعبه و به قرآن و به پیغمبر قسم داده نمیشن. اینجا هم اللہ تعالی میگه قسم به نام خدا، قسم به نامه. و اگر کسی قسم به نام نبی بخورد یا ولی بخورد یا کعبه بخورد او حالش بشه کفاره لازم. به نام نبی قسم میخوره، به نام ولی قسم میخوره، به کعبه قسم میخوره، این قسم کفاره نداره. و اینها هم قسم نیست، قسم به نام. در این آیه اللہ تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان. این آیه شریف سروران گرامی یک مورد و شان نزول خاصی دارد، متوجه باشید. یک مسلمان با تمیم داری و عدی که اینها نصرانی بودند، یک مسلمان همراه رفتن برای تجارت و اون مسلمان مریض شد و قبیل مرگش لیستی درست کرد و در سامان خود گذاشت و توصیه کرد که بعد از مرگ من این سامان و اساسی من را به ورثه من برسد. اینها در میان اون سامان یک کاسه طلا و نقره‌ای بود، نقره‌ای بود و پیچ شده بود و
پیشبند بود با نقره، گرانبهای بود. اینها خیانت کردن و این کاسه را از میان اساس برداشتن و بعد باقی را بردن دادن. آنها دیدن که کاسه ای هم همراه داشته، کاسه نیست یا در لیست هست، یک کاسه پرسیدن، گفتم ما خبر ندارم. قسمشون دادن، قسم هم خوردن. بعد از مدتی این کاسه در مکه یافت، گرفتن کاسه مال ما، گفتن به ما عدی و تمیم اینها دادن، ما اونها خریدی. گرفتن عدی را و تمیم را، عدی و تمیم مدعی خرید شدن که ما این کاسه را از اون همراه خود خریده ای و مالک شده ای. اینجا ورثه منکر شده. ورثه چه شدن؟ اونا مدعی خرید شدن، ورثه منکر شدن. خب قسم بر ورثه آمد، ورثه قسم خوردن، کاسه داد. اول اینها مدعی کاسه شدن، آنها منکرن. قانونه البینة للمدعی و الیمین علی من انکر. هر که ادعا میکند او باید گواه بیاره و هر که دعوای مدعی را انکار میکند اگر او گواه نداره نه قسم می‌خورد. اول اولیاء میت مدعی بودن، آنها منکر، آنها را قسم دادن، تبرئه شدن، رفتن. بعد کاسه گیر آمد، اونها مدعی خرید شدن و اولیاء میت منکر شدن، نه شما خرید نکردید. لحاظا این اولیاء میت را قسم دادن، اینها قسم خوردن، کاسه را بردن. اللہ تعالیٰ قانون بیان میکنه یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم، اینجا به معنی وصیت ہے. شهادت اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم، این خبره. شهادت یعنی توصیه و گواه بین شما هنگامی حاضر شد برای یکی از شما مرد، یعنی وقتی که وصیت میکند شهادت و اثنین ذوی عدل، گواهی دو نفر از شما مسلمان ها باید باشن که موقع وصیت شما دو نفر را گواه کنید. او آخران من غیرکم، یا دو نفر از غیر شما یعنی غیر مسلمان. حالا الله تعالی قانونی بیان میکنه که شما میخواید وصیت کنید، دو نفر مسلمان گواه کنید. اینا وصیت کرده مسلمان لیکن گواهی نداشت، یا دو نفر دیگر از غیر مسلمان ها را گواه کنید. وقتی وصیت میکنید برای ادای وصیت دو مسلمان گواه کنید یا دو غیر مسلمان، این بهترینه. بعد شما در شک و شما نمیفتید. اگر شما سفر کردی در زمین، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر شما سفر کردی، ضرب اگر سلش فی بیاد بمعنی سفر بیاد. اگر شما سفر کردی در زمین و فاصابتکم مصیبت الموت، پس گرفت شما را مصیبت موت، یعنی موت برای شما حاضر شد و دیگه شما میدانستید دیگه ما میمیرید. حالا اینجا الله تعالی میگه تحبسونهما، این دوتا وسیرا که نامشون عدی و تمیمه، این دوتا وسیرا شما بند کنید من بعد الصلاة. این تقلیز زمانی بعد از نماز عصر، مراد از صلاة نماز عصر، چون مورد خاصی این واقع و خبر به معنای انشاء. اگر شما شک و تردیدی داری که این وسیها خیانت کردن، کاسه شما را بردن، شما اینها را حبس کنید بعد از نماز، یعنی بعد از نماز عصر. این تقلیز زمانیه. پس این دو نفر قسم بخورن، یکی عدی یکی تمیم، به خدا قسم بخورن. یکی قسم بخورن اینا را به عیسی ابن مریم قسم ندهید. بعد اینا مسلمان شد، اول مسلمان نبودن.
اینها را به نبی و به ولی و به کعبه قسم ندهید، پس این دوتا قسم بخورند. اگر شما اولیاء میت شک دارید که قسم بخورند که لا نشتری بهی ثمنا، با این قسم ما پول خرید نمی کنیم، یعنی روی حقیقت قسم می کنیم. اگر که اون مقسم له رشتدار آنها باشه، یعنی این قسم میکنم به خاطر کسیه ولو کان ذا قربا، این قسم به سود هر کسی باشد او را میگم مقسم لهو. اگر که برای صاحب قربا باشد و دیگه قسم بخورن که لا نکتب شهادت الله، شهادت و گواهی که ما داریم میگیم بعد در ضمن قسم ما این کتمان نمی کنیم. انا به تحقیق ما اگر ما کتمان شهادت الهی کردیم یا با قسم پول خرید کردیم، اذا لمن الآثمین، ما از گناهگاراییم، یعنی ما قسم نمید. شما ما را به خاطر کاسه قسم میدید، ما برای این قسم چرا اونا قسم خوردن که کاسه را بردن. وقتی کسی قسم میخوره دیگه مدعی حقی ندارد. اونا قسم خوردن و این قسمشون همینطور بود که ما قسم میخوریم که ما با این قسم پول خرید نمیدیم، ما گواهی خدا را مخفی نمیکنیم، ما صادقانه گواهی. اگر ما کتمان شهادت بکنیم یعنی دروغ شهادت بکنیم، واقعیت را شهادت ندیم یا با قسم پول بگیریم، خب اینها به همین کلمات قسم خوردن و لحاظ تبرئه شد. به خاطر قسم و نام خدا کاسه بردن. که منکر قسم میخوره دیگه حق او ثابت نمیشه، اگر نکول از قسم میکنه باید بکنه. حالا بعد از مدتی ظاهر شد، قاسمان عرض کردن که آنها ناحق قسم خوردن و کاسه را بردن، آنها مدعی شدن که ما خرید کردیم. حالا اولیاء میت منکرن. فإن اثر، اگر ظاهر کرده شد که این دوتا آقا استحقا اثما، مستحق گناه شدن که ناحق قسم خوردن، تو فآخران، پس دو نفر بیستد در جای اینها، جایی که اونها استادند و قسم خوردن، الان اینها بیستند برای قسم خوردن. چرا؟ آنها مدعی خرید شدن و اولیاء میت منکر شدن، پس بجای آنها بیستند که منکرن. این دو نفر از اون کسانی باشند که استحق علیهم، استحق را معنی می کنم اثبت علیهم الضرر، حالا برای ضرر استحق را به معنی اثبت می کنم و حالا برای ضرر نائب فاعلش مقدم می کنم. دو نفر بیستند از اولیاء میت، اینها از اون کسان از اولیاء میت باشند که ثابت شده است بر سر آنها ضرر. اون مردکا قسم خوردن، اینها ضرر کردن دیگه، لیکن این دو نفر خیلی نزدیک به میت باشند، از اون خویشاوندان درجه یک، الاولیانی الاقربان بالورثه از ورثه باشند. پس حالا این دو نفر که نزدیکترین اولیاء میتن و ضرر به خاطر قسم آنها بر اینها ثابت شده، اینها بیستند و قسم بخورند به خدا که گواهی ما یعنی قسم ما راستر است از قسم آنها، من شهادت ما ایمان آنها از قسم آنها، و ما تدینا و ما در این قسم تجاوز نمی کنیم. انا به تحقیق ما اگر ناحق قسم خوردیم یا تجاوز کردیم از ظالمین. پس اینها آمدن قسم خوردن، اونها مدعی خرید بودن، قسم خوردن که شما نخریدید دزدیدید، لحاظا کاسه را بردن دیگه. اللہ تعالی میگه این رد قسم برای چیه؟ اونها قسم خوردن و بردن، حالا قسم آنها رد شد.
به خاطر این رد قسم، به خاطر قسم اینا قسم آنها رد شد که الله تعالی میگه باید شهادت عادلانه بدید، شهادت عادلانه منصفانه بدید، نه حق شهادت ندید، بترسید که پرده این شهادت و این قسم شما رد میشه. ذالک، این رد تحلیف خیلی نزدیکه به این که گواهان و اوصیا بیارن شهادت را به طریق آن، یعنی خیانت در شهادت نکنن، یا کم از کم بترسند از این که رد کرده میشد قسم آنها بعد از قسم اولیاء میت. این قانون به خاطر اینه. واتقوا الله، از خدا بترسید، واسمعوا، خوب گوش کنید، والله لا یهدی القوم الفاسقین، الله تعالی قومهای فاسق را، یعنی آنهایی که از فرمان خدا خارجن، خدا آنها را به مقصد نمیرسانه. شهادت نحق ندید، قسم نحق نخورید، بترسید که فردا شهادت شما رد میشه، قسم شما رد میشه. الله تعالی میگه در رد شهادت آنها و قسم آنها این سود بود که مردم صحیح شهادت بدن و نحق قسم نخورن. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، روزی که الله تعالی جمع میکند انبیاء علیهم السلام را. سبحان الله. پس میگوید الله تعالی ماذا اجبتم، خوب متوجه باشید این آیه را بفهمید. الله تمام انبیاء را جمع میکند در میدان محشر، امتها هم جمعن. الله تعالی خطاب به انبیاء میکند که ماذا اجبتم، چه جوابی به شما داده شده است از طرف این امتها. نوح، این قوم چه جوابی به شما داده؟ ابراهیم، اینا به شما چه جوابی دادن؟ قالوا، انبیاء میگوین لا علم لنا، علمی نداریم. لا علم، لا نکی جنس نه، اصلا علمی برای ما نیست. اینا چه جواب دادن؟ انک انت علام الغیوب، تو علام الغیوب هستی، تو از همه بیشتر میدانی. چه جوابی اینا دادن؟ تو از همه بیشتر میدانی. این آیه اشکالاتی داره سرورانی دارن که چطور انبیاء میگن لا علم لنا. حالا که انبیاء دیدن که حضرت ابراهیم ندیده نمرود انکار کرده، موسی کلیم مگر ندیده فرعون هم انکار کردن، چطور میگن لا علم لنا؟ و پیغمبر علیه السلام مگر ندیده که ابو جهل ها انکار کردن، یهود و نصارا انکار کردن، یکی ده قبول کردن یکی ده انکار کردن، چطور میگن لا علم لنا؟ بعد مفسر گفتن چون خوف و هراس در میدان محشر مرحله اول خیلی سنگینه، انبیاء هم اظهار بی‌علمی میکنن، یعنی نعوذ بالله انبیاء هم مبهوتن، میگن لا علم لنا، حیران. این جواب را بعضی از مفسرین داد، لیکن این جواب مفسرین مطلوب نیست، مقصود نیست، او غیر صحیحه. چرا؟ خود قرآن فرموده بندگان مقرب من مبهوت نمیشن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بندگان مقرب الهی که انبیاء همه مقرب ترن، نه خوفی برای آنها هست و نه حزنی. یا جای دیگه قرآن فرموده لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه. بزرگترین خوفها که انبیاء را هم ناراحت خوف زده نمی کنن. لا یحزنهم الفزع الاکبر، بزرگترین خوفها انبیاء را مغموم محسوب نمی کنن. چرا؟ که تتلقاهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. فرشته در میادین به جاهای خوف هنگام مرگ در قبر وقتی از حشر میشن، فرشته ها میان برای مقربان
آنها میگن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا و فی الآخرة. پس لا علم لنا معنیش چی؟ چطور انبیاء میگن که لا علم لنا؟ سروران گرامی لا علم لنا بعض یہاں گفتن که بعد از وفات ما خبر ندارین هر چکار کردن. در حیات دیدیم که انکار کرده که قبول کرد طاغی بود این منیب بود، لیکن لا علم لنا بعد وفاتنا و بعد ارتحالنا ما خبر نداریم. و اونها میگن که انسان هم برای بعد از مرگ، لیکن اینها هم زیاد مطلوب نیست. آنچه از خود قرآن و بعضی از مفسرین همین را ترجیح دادن و تأکید کردن اینه که لا علم لنا بباطنه، از اسرار اینا که ما خبر نداریم. اونهایی که ایمان آوردن نمیدانی ایمان درون آنها بود یا اونهایی که ایمان نآوردن همیشه ماندن. درون و اسرار اینها ما خبر نداریم. لا علم لنا ببواطنهم، بباطن آنها و حقائق آنها و سرائر آنها ما علم نداریم. چرا؟ انک انت علام الغیوب، شما علام الغیوبی، شما از اسرار همه آنچه از ما مخفی شما هم میدانید. حقیقت با شما، شما علام الغیوبی، شما کاملا میدانید که ابو جهل چه کرده، عمر چه کرده، طلحه چه کرده، زبیر چه کرده، نیکها چه کردن، بدها چه کردن. علام الغیوب دیگه از ما چرا میدونید؟ علم را از خود در برابر علم خدا نفی. همانطوری که فرشته ها علم خود را در برابر علم خدا نفی نکردن. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. انبیاء علیه السلام در برابر علم خدا علم خود را نفی میکنه، میگه لا علم. چرا؟ که انک انت علام الغیوب، تو همه چیز را میدانی، دیگه از علم ما در برابر علم شما ربط چیزی. همانطور فرشته ها گفتن لا علم لنا الا ما، شما علام الغیوبی، باطن اینها حقیقت اینها شما میدانی. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی، یاد کنون لحظه که عیسی ابن مریم را اللہ تعالی خطاب کرد. و عیسی ابن مریم یاد کن نعمتهایی که بر تو داشتم در طول زندگی و بر مادرت داشتم. و یاد کن اون لحظه را که من تو را نصرت کردم و تقویت کردم با روح قدس جبرائیل. تو کلام می کردی با مردم در مهد و در حال پیری. و یاد کن اون لحظه را که من شما را تعلیم دادم کتاب و حکمت و تورات و انجیل. این تعریفه را خواندیم. کتاب بعضی مراد گرفتن خط و حکمت دانش، همون معجزات که خدا به حضرت موسی علیه السلام عیسی علیه السلام داده بود. و بعضی میگن نه، کتاب مراد قرآن است و کتاب حکمت است، تورات و انجیل که در زمان بود وقتی نزول میکند میاد در زمین کتاب را و حکمت سنت را میخواند. و یاد کن اون لحظه که تو اندازه گیری میکردی از گل مثل صورت پرنده، اون هم به فرمان من. از این تصویر کشی هم کسی اثبات نکنه، چرا اونجا فرمان خدا بود. برای ما جایز نیست بدون فرمان خدا تصویر کشی مجسمه سازی کنی. فهمیدی یا نه؟ برای مجسمه سازی و تصویر کشی از این استنباط نکنیم که اونجا امر بود و اینجا امر نیست، اینجا نهی آمده. شما اندازه گیری می کردی از گل مثل صورت پرنده، اون هم فرمان مال من بود. فتنفخ فیها، از شما می دمیدی در اون پرنده، در اون تصویر پرنده به فرمان من.
پس او میشد برنده بازم به فرمان من. همه چیز به فرمان خدا بود، به فرمان من الله تعالی. شما دم می کردید تبره الاکمه، کورهای مادرزاد را، والابرس و اونهایی که مرض پیش داشتن، اونم به اذنی به فرمان من فرمان می دادن دست بکش دم کن، اونا سالم می شدن. و هنگامی که تو مردها را هم از قبرها بیرون می کردی به فرمان من، و استخرج الموتا به اذنی، کنار کم به اذن الله مرد که زیر خاکا حرکت می کرد. یکی از فرزندان آدم زنده شد، خیلی مرده کهن سالی، وقتی زنده شد ترسید که قیامت شد، تمام مویش سفید شد از خواب که یک دو تا دیگه همینطور به اذن الله کم به اذن الله میگفتون از زیر خاک حرکت میکرد. و استخرج الموتا به اذنی و یاد کنون لازر کفاف. این همونی که اللہ تعالی گفت اذکر نعمتی، این همه نعمت های الهی هستند. و یاد کن که من مانع شدم بنی اسرائیل را از قتل تو، اذ جئتهم بالبینات، وقتی تو دلائل توحید را و معجزات را به آنها مطرح کردی، آنها تصمیم قتل شما را گرفتند. فقال الذين كفروا منهم، گفتند اونهایی که کافر بودند نیستند این بینات الا سحر مبین، این همه معجزات جادوی آشکارن، این معجزات جادوی آشکارن. و خوب یاد کن اون لحظه که من الهام کردم به طرف حواریین در انجیل به ذریعه شما، یا در دل آنها من الهام کردن، اوه تو به معنی الهمتوه، من در دل حواریین انداختم یا در انجیل وحی فرستادم و شما گفتید که آمنو بی و برسولی، او حواریین من دستورات من خدا را هم تصدیق کنید و پیغمبر من هم تصدیق کنید. قالوا همه حواریون گفت آمنا و اشهد باننا مسلمون. او یاد کنونم لازرات که اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، ای عیسی ابن مریم، آیا رب تو استطاعت دارد که نازل کند بر ما سفره از آسمان؟ استطاعت دارد یعنی اونها در استطاعت خدا شک دارند، مؤمن نیستند. یعنی رب این کار را می کند معنی وجود ندارد. متوجه است؟ این نیست که اونها در استطاعت خدا شک دارند، معنی اینه که آیا رب این کار را می کند معنی نیست. برای خدا یه رگه کن شکی ندارد، معنی وجود دارد. حال یستطیع، آیا معنی وجود دارد برای رب تو از نزول یک سفره پر از نعمت؟ حضرت جواب مسیح، جواب اول اتقوا الله، این معجزات که خدا داده بس برای هدایت. مرده زنده میشه، ابر و اکمه ابر سالم میشه، عرض خدمت شما پرنده گل پرنده میشه. و بعد یک معجزه که شما در خانه ها چی میخوری چی میگذارید اون همه شما خبر میدن که حافظ تو خانه چه خوردید چی گذاشتی منم میدانم. این معجزه بسه، معجزه طلب نکنید. چی طلب معجزه از پیغمبر؟ و اگر معجزه آمد و کسی قبول نکرد عذاب دیگه، عذاب قانون خدای. این خاطر از فرمود اتقوا الله، شما از خدا بترسید، بلا ضرورت سوال معجزات نکنید. اگر مؤمنید به همین معجزات اکتفا کنید. اونها بیان مصلحت کردن. ما این معجزه را که سفره پر از نعمت بیاید شکی در رسالت شما ندارید، شکی هم در قدرت شما ندارید. میخواهیم که مهمانی بشیم از خدا، رزق میخواهیم و از خدا رزق خواستن ناجایز نیست. باز هم طلب روی همین چیز که این رزقی بشه، این دیگه چیزی نه، حیثیتش حیثیت رزقیه. قالو گفتن مصلحت اول، غرض ما بلا ضرورت نیست بلکه مصلحت است. ما اراده داریم که بخوریم از این سفره
و دلهای ما هم دیگه به درجه اطمینان برسه. و اطمینان یک درجه ای که برای حصول آن حضرت ابراهیم هم درخواست کرد ارنی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. درجه دل ما به اون نقطه برسه که مطمئن بشه و نعلم و ما یقین کنیم که ان صدقتنا، تو هم بر ما هرچی گفتی همه راست گفتی. و دیگه این مصلحت سوم که این سفره و ما هم باشیم بر این سفره گواه و نکون علیها من الشاهدین، برای اونهایی که بعد از این سفره میان هم گواهی بدید که سفره پر از نعمت خدا آورد. این معجزه عیسی بود. قال عیسی علیه السلام دعا کرد. عیسی ابن مریم گفت اللهم، مسلک انبیاء در مسئله دعا، انبیاء کی رسیده میزنن اللهم ربنا، الله ربا، دو مرتبه خدا رسیده است، هم اللهم هم ربنا. الله ربا انزل علینا مائدة من السماء، نازل بفرما بر ما یک سفره از آسمان، مهمانی باشد، تکون لنا عیدن، عیدی باشد برای ما. عیدی بفرست، عیدی نمیده، چیز خوشی را عید میگه. این عیدی باشد برای ما به اعتبار حصول برکت، برای اول و آخر ما به اعتبار انعام سلام، نعمتی که بر اسلاف بوده اون نعمت برای بعدی هم نعمت حساب میشه. و آیتا منک، نشانی هم باشد برای قدرت شما. و خلاصه پیغمبر دیگه گفت ورزقنا، رزق بده ما را با این سفره. فانت خیر الرازقین، تو بهترین رازقی. اجابت الهی قال الله تعالی گفت انی منزل علیکم، من اون سفره را بر شما نازل می کنم، هر که انکار کند بعد از شما فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. قال الله انی منزل علیکم، الله تعالی گفت من اون سفره را نازل می کنم. قال الله انی منزل علیکم، الله تعالی فرمود من سفره را نازل می کنم بر شما، لیکن هر که کفر کند بعد از نزول سفره شما تو من او را عذاب میدم، عذابی که اون عذاب را نمیدم به هیچ کسی از جهانیان، سخت‌ترین مجازاتش میکنم بعد از نزول سفره. جمهور بر اینه که سفره نازل شده، فالذی علیه الجمهور و هو الحق، نزول سفره، نزول سفره شده است. بعضی اعتقاد دارن که وقتی این تهدید شد گفتن نمیخوایم سفره را نمیخوایم، سفره ای که اینقدر تهدیده چنان عذابی بدم که دیگه هیچ کس را نمیخوایم، گفتن نمیخوایم سفره را. کوئی سفره را نمیخواهید؟ نه. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس، تهدید امینه که سفره آمده. بعضی میگن نه، وقتی این تهدید شنیدن گفتن نمیخوایم سفره. فالذی علیه الجمهور و هو الحق، نزول سفره بود. اللہ تعالی میگه یاد کن و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، یاد کن اون لحظه که خدا به عیسی ابن مریم خطاب میکند اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. تو گفتی عیسی ابن مریم، اللہ تعالی میگه او عیسوی، او موسوی، او محمدی، مغرور نباش که تو نسبت داری ما به عیسی محبت داری پارتی. اللہ تعالی میگه من خود عیسی را هم محاکمه میکنم، خود عیسی را سال میکنم. یاد کن اون لحظه که خدای عزوجل میگوید یا عیسی ابن مریم تو گفتی مردما اتخذونی و امی الهین من دون الله، مثل عیسی ابن مریم کسی از انبیا پرستش نشد.
قبل از اسلام پرستش شده و الان چقدر مسیح لعنتی ها همه عیسی ابن مریم را پرستش میکنه. تو گفتی مردم را که اتخذونی و امی الهین من دون الله، قرار بدی من و مادرم را دو معبود غیر از خدا؟ جواب اول سبحانک، تو پاکی که من یا مادرم یا کسی دیگر شریک تو در عبادت باش. سبحانک، تو پاکی از این که من یا مادرم یا کسی دیگر از مخلوقات شریک تو در عبادت باشه. تو از شریک پاکی. اولین جواب عیسی علیه السلام. دوم ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اصلا امکان ندارد برای من گفتن آنچه که حق من نیست. عبادت حق خدا، حق نبی و ولی عبادت نیست. پیغمبر اسلام روی صحابه را هر قدم صحابه را سبق میداد. گفت شما میدانید صحابه حق خدا بر شما چیه و حق شما بر صحابه بر خدا؟ میدانید حق خدا بر شما چیه و حق شما بر خدا چیه؟ حدیث متفق علیه. صحابه گفت الله و رسول، علم واقعی را که الله و رسول میدن. بعد فرمود حق خدا بر شما اینه ان تعبدوه ولا تشركوا به شیئا. این حق خدا، همه عبادت ها را به اختصاص بدهید، یعنی با او کسی را در عبادت شریک نکنید. این حق الله بر شما. بعد حق شما تقابلا و تشاکلا بر خدا اینه که شما در جنت ببره. حضرت عیسی ابن مریم میگوید ما یکون لی ای ما ینبغی لا یجوز لی ان اقول ما لیس لی بحق، چیزی که حق من نبوده من چطور میگم؟ همه مسیحی های جهنمی ایستادن، عیسی را عبادت کردن. تو نگفتی نه ان کنت قلته فقد علمته، حالا لا علم لنا را علم میفهمی. اگر من چنین حرفی گفتن تو دانستی، چرا؟ تعلم ما فی نفسی، تو از اسرار من خبرداری. انبیاء همه میگن که ما لا علم لنا، در برابر علم شما ما علم ندار. تو علام الغیوبی. عیسی ابن مریم یک نبی، او میگه تعلم ما فی نفسی، تو از اسرار من خبرداری، ولا اعلم ما فی نفسک، من از اسرار تو خبر ندارم. چرا؟ انک انت علام الغیوب، تو علام الغیوب. من نگفتم به اینها الا ما امرتنی به، مگر آنچه که ربا تو به من دستور دادی. گفتم آنها را اعبدوا الله ربی و ربکم، پرستش کنید الله را که مالک و اختیاردار من و مالک و اختیاردار شما. و من بودم بر سر آنها این مطلب را بیان میکردم. کنت علیهم شهیدا، من برای این مطلب بر سر آنها گواه بودم، حاضر بودم، همین مطلب را بیان کردم ما دمت فیهم، تا زمانی که من در میان آنها بودم. از جواب مولانا حسین علی که بعد از مرگ من دیگه نمیدانم اون هست کردم، تا زمانی که من در میان آنها بیبی ما دمت فیهم فلما توفیتنی، هنگامی که تو مرا اخذ کردی به آسمان بردی یا موت دادی، اخذ کامل با مرگ کردی بعد از نزول. توفیتنی هر دو معنی را دارد. وقتی تو من اخذ کردی و به آسمان بردی یا اخذ کردی و کاملا به برزخ بردی، تو کنت انت الرقیب علیهم، تو بر سر آنها رقیبی و نگهبان بودی و مراقب بودی. هرچی اینها کردن تو میدانی، از من هم میدانی، از آنها را هم میدانی. و انت علی کل شیء قدیر، ربا تو بر هر شی گواهی، شاهدی. من چه کردم، اونها چه کردن. حالا حضرت شفاعت به چه شکلی بود؟ معروض سوم تبری از شفاعت.
شفاعت هم نمیکنه برای مشرک. ان تعذبهم، تو شما اختیار دار. چرا؟ فانهم عباد، نه بندگان تو. اعلان تبری هست نه شفاعت که مناسب بود. فانک انت الغفور الرحیم. اگر حضرت شفاعت میکرد تو میگفت تو غفور و رحیمی. پیغمبر شفاعت نکرد، پیغمبر تبری میکنه. ان تعذبهم، اگر تو اینها را عذاب بدی تو جزا هست. فلک الملک، ملک توه، اختیار توه. فلک الملک یا انت المختار، فانت المختار، تو اختیار داری. چرا؟ فانهم عباد، اینها غلام تو هستند، اینها غلامان حرکت به گوش تو هستند. عذابشون میدید، هم مالک آنها هستی، هم رب آنها هستی، اختیار عذاب آنها را داری. و ان تغفر لهم، اگر تو اونها را میبخشی تو پس تو عزیزی، کسی اعتراض نمیکنه، تو حکیمی. عذاب بدی اینطوره، اگر عذاب بدی تو عزیزی، اگر بخشیدی تو حکیمی. اگر شفاعت میکرد و بعد میگفت فانک انت الغفور الرحیم، نمیگفت که فانک انت العزیز الرحیم. اگر عذاب بدی تو عزیزی و حکیمی، حکمت تو تقاضا میکنه قدرت تو به عذاب بده. و اگر تو بخشیدی باز تو هم عزیزی تو رحیم، توانایی بخشش هم داری و حکمت هم تقاضا میکنه کسی حق چرا نداره. یعنی نه در صورت عذاب و نه در صورت بخشش تو عزیزی و تو حکیمی، کسی حق چرا نداره. قال الله تعالی فرموده است الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، روزی هست که نفع میدهد به راستگویان راستی آنها. حضرت عیسی راست میگه و راستی حضرت عیسی برای حضرت عیسی سود دارد. حضرت عیسی تبرئه میشه. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمودن که من خدا روز قیامت برای این امت شاهد میارم، من مثل حضرت عیسی میگم کنت انت الرقیب علیه، تو مراقب اینها بودی، تو اسرار اینها را میدانی، اینا چه کردن، بد کردن، نیک کردن، خدا تو میدانی. من مثل عیسی برادرم جواب میدم. وقتی عیسی ابن مریم با این همه شان کلمت الله هست، روح الله هست، الله تعالی محاکمه میکنه با دیگران را که مردم میخوانند و عبادت میکنند، خدا محاکمه نمیکنه، 100% محاکمه میشه. همه اون انبیاء اولیاء مشت نمونه خروارند، همه انبیاء اولیایی که خوانده شدند، عبادت شدند، جانی مالی زبانی، فردا قیامت محاکمه میشن، نیکات تبرئه میشن و آنهایی که به عبادت خود وادار کردن با آنها همراه تو جهنم. اونا که نیکن تبرئه میشن. شیخ عبدالقادر جیلانی محاکمه میشه، انشاءالله تبرئه میشه، هر که او را میخوان. قال الله تعالی ایران میفرمایند این روزی هست که نفع میدهد به صادقین صدق آنها، برای آنها جنات هستند جاری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. راضی است الله تعالی صادقین و آنها راضی است الله. این فوز عظیم است، این جنت و رضای الهی کامیابی بزرگ است. آخر سوره خلاصه کرد مضامین سوره را. به خدا اختصاص دارد آسمان ها و زمین، حکومت آسمان ها و زمین به خدا اختصاص دارد. نه عیسی حاکمیتی در زمین و آسمان دارد و نه کسی دیگر. و ما فیهن، و آن چی که در زمین و آسمان هستند خدا بر آنها ریاست دارد و بس. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.